وقت بخیر ریاست جمهوری میگوید اداره جریان تبلیغات گروه طالبان مسلح یک مسئولیت مهم حکومت است. طبق سخنگوی رئیس جمهور ادعای نیویورک تایمز مبنی بر کتمان حقایق در مورد تلفات ملکی از سوی حکومت را رد کرده است. باشندگان قوم کابلخیل وزیرستان شمالی خواهان اجازه برای رفت و آمد دو طرفه خط فرضی دورند شدند. این قوم گفتند که در دو طرف خط فرضی دورند مردم یکسان زندگی می کنند، اما پاکستان با حصارکشی این خط مردم را از هم جدا ساختند. برق وارداتی ازبکستان برای افغانستان به 400 مگاوات افزایش یافت. ازبکستان هفته گذشته بر اساس مشکلات تکنیکی صادرات برق به افغانستان را به 150 مگاوات کم کرده بود. در 24 ساعت گذشته 46 واقعه جدید ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است و 13 تن از اثر این بیماری جان باختند. وزارت صحت عامه میگوید که شمار واقعات مثبت این ویروس در کشور به 53584 تن رسیده است. 5 بازیکن افغان در لیگ تجارتی کرکت پاکستان بازی خواهند کرد. محمد نبی، راشد خان، مجیب، نور احمد و قیس به نفع تیم‌های مخالف در سوپرلیگ پاکستان بازی خواهند کرد.